در این قسمتی از برنامه فصل دیگر گفتگوی ویژه داریم با یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های حقوق بشر در تاریخ معاصر افغانستان، دکتر سما ثمر، پزشک، فعال حقوق بشر، وزیر پیشین امور زنان و رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. در سالهایی که افغانستان تلاش می‌کرد از ویرانه‌های جنگ به سوی ساختن کشور با کرامت و قانون حرکت کند، دکتر ثمر یکی از نخستین صداهایی بود که با شجاعت از حقوق فراموش شده مردم، به ویژه زنان، اقلیت‌ها، قربانیان جنگ سخن گفت. تلاش‌های او در راه اندازی نهادهای کلیدی، دفاع از آموزش دختران، مستندسازی نقض حقوق بشر و معرفی عدالت به عنوان اصل بنیادین زندگی جمعی نقش انکارناپذیر در تاریخ ما داشته است. اکنون در شرایط استاده ایم که بسیار از آن دستاوردها در معرض تهدید جدی قرار دارند. در این گفتگو می‌خواهیم با دکتر ثمر و بازخوانی گذشته، تأمل صادقانه بر وضعیت امروزی و ترسیم از افقهای ممکن برای آینده افغانستان بپردازیم. در یکی دیگر از سلسله برنامه‌های فصل دیگر از رسانه بودا با من جمعه خان پویا خوش آمدید. من نمی‌فهمم مردای افغانستان چرا افتخار میکنن به یک حق مادرای خود یا حق دخترها و خوار و خانم خود ازش بگیره. کجای از این غیرت است؟ در پارلمان افغانستان متاسفانه غیرت اعضای پارلمان هم در مو زمان به جوش می‌آمد که کدام مسئله در رابطه با حقوق زنان می بود یا عدالت می بود. وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان دقیقاً در همون چوکی نشسته که قبلا شما نشسته بودین. چه گفتنی دارید برای ایشان؟ اینا فراموش کردن که از مادر به دنیا آمدن. این نوع به احترامی و کرامت زنان، به احترامی و کرامت تمام انسان است و کرامت خودشان هم است. امروز وقت میبینید دختران تحت حاکمیت طالبان از حق آموزش و تحصیل محرومند، آیا حس شکست میکنید یا هنوز هم روزنه‌های برای امید در افغانستان وجود دارد؟ برای شرایط فعلی وقتی که طالبان مانع تعلیم دخترها میشه، کجاست پدرای افغانستان و برادرای افغانستان و شوهرای افغانستان که استاد نمیشن که ما میخواییم که خوار ما، زن ما، دختر ما درس بخونه؟ فکر نمی کنید که آن سیاست آقای کرزی که همیشه میگفت طالبان برادران ناراضی ما هست منجر به وضعیت امروز مردم افغانستان و بخصوص زنان شد؟ اگر در سالهای اول جلو دوباره رفتن طالبان در آغوش بادارای سابقشان که زمینه رو بهشان مساعد ساخت، ترینینگ دادی که دو کرد و تمام پلان و پالیسی رو واجر میکرد، برازیان میداد یا تطبیق میکردن بر کشتن مردم افغانستان. از او حالت مبرامدیم. خانم دکتر خیلی تشکر بابت اینکه وقت گرانبهای خود را در اختیار رسانه بودا از برنامه فصل دیگر قرار دادید. سلام به شما. شما تشکر که به ما وقت دادین که همراه شما گفتگو کنم. بسیار زیاد لطف کردین. خانم دکتر، در نخست اجازه بدین که از شما خیلی صمیمانه بپرسم که
در جریان این بحث از 0 تا 100 ترجیح میدهید شما را با چه القاب صدا بزنیم؟ بانو سمر، فعال حقوق بشر، صدای زنان افغانستان و یا هم بانوی مکتب ساز؟ فکر میکنم مدافع حقوق بشر خوبتر است. بسیار عالی، بسیار عالی. خانم دکتر، قبل از این که به پرسش های اصلی بحث برویم، دوست دارم پاسخ دهید که آیا همونطوره که در کتابتان، یعنی در اوتسپوکن، شما روایت کردید که برای ادامه تعلیم و تحصیلتان مجبور شدید یکی از لحاف‌های دستدوز خانوادگیتان را که ظاهراً برای شما خیلی ارزشمند هم بوده را بفروشید؟ آیا هنوز بعد از این همه سال پشت اون لحاف دق میشین؟ نه خیر، به خاطر از اینکه مال دنیا میایه و میره مهم نیست، ولی مهم است که من در وقت تانستم با فروش از او حداقل یک پیسه قلم کتابچه دوران تحصیل خود به دست بیارم و تحصیل من بر من توانمندی داد و اعتماد به نفس داد که من بتونم به کارهای خود ادامه بدم و تا امروز لخلخان پیش میرم. بسیار عالی، بسیار عالی. خانم دکتر سمر، شما سالهای زیادی در موقعیت‌های بودید که در واقع صدای زنان و فراموش شدگان در افغانستان بودید. اکنون وقت از یک از ایالات متحده آمریکا با آن سالها نگاه می‌کنید، بیشتر از هر چیز چه احساس در دلتان زنده می‌شود؟ افتخار، خستگی یا حسی نیمه کاره ماندن یک رویا؟ به ایمانو نیست که من دست از کار کشیده باشم، من هنوزم کار میکنم و تلاش میکنم. مندار کمی برم مایوسی پیش میآید. طبیعی است که مثلا طور مثال من از وزارت امور زنا بگویم، وزارت امور زنا هیچ چیز نداشت. یعنی ما از جارو کردن خودم جارو را دست کردیم، همراه دیگه همکارا از جارو کردن و پاک کردن چوکی شروع کردیم و از پاک کردن کلکین و دروازه شروع کردیم، به خاطر که او تعمیر تکه بود و دیوران پر نسمار و سوخته و ریخته. اما وقتی که او جور شد و همه چیز، لوحه وزارت زنها از بین پایان میشه و وزارت را ایجاد میکنن که بیشترین وظیفهش محدود کردن آزادی ها و حقوق بشری زناست. بسیار عالی. آسان نیست، ولی ما امید از دست نمیتم. من فکر میکنم خوشحال هستم که کارایی را که انجام دادم حال نتایجش میبینم. دخترایی که درس خواندن، بچه‌هایی که درس خواندن، همگی سرمایه افغانستان است. ولو بیرون از افغانستان باشند، بیرون از افغانستان هم که هستن مجبور شدن برن، از بیرون هم کمک میکنن. حتی اگر قرار باشه که پول نان خانواده نزدیک خود روان کنه، کمک است بر افغانستان. چه حاجت به این که به کارهای دیگه جدی تر سیاسی یا اجتماعی و اینا بپردازن. بسیار خوب. خانم دکتر، شما نخستین وزیر وزارت امور زنان بودید، همانطوری که اشاره کردید با سختی این وزارت را روی پا ایستاد کردین، ولی اکنون وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان دقیقاً در همون چوکی نشسته که قبلا شما نشسته بودین. چه گفتنی دارید برای ایشان؟ البته شاید چوکی تغییر کرده باشه، ولی به هر صورت دمو تعمیر است که ما بودم، بخاطر که امر هم که گفتم که ما با بسیار بیچارگی و وزارت شروع کردیم. یعنی قلم، کتابچه، یه چیز نداشتیم. بر ما فقط ملل متحد، بخش انکشافی ملل متحد UNDP
یک میز، یک چوکی، یک دانه کامپیوتر داد و یک دانه تلفن ستلایت. و از ترس تلفن ستلایت استفاده نمیکردم به خاطر که او دقیقه $3 بود. از هیچ رو کردیم وزارت جور شد. البته من 6 ماه اول بودم، استراتژی وزارت هم جور کرده بودم، ولی خب بعد از من او استراتژی رو که من پلان کرده بودم او تطبیق نشد. دیگه کارا صورت گرفت، اما به حساب سمبولیک وزارت امور زنا یک اعتراف به موجودیت زنا در افغانستان بود، چون دوره اول طالبان زنا را صحنه کار سیاست کشیده بودند و وزارت زنا میتونست که از نگاه سمبولیک هم بسیار مهم بوده باشه برای افغانستان و مهم بود. پیام ما بر طالبایی است که اینا فراموش کردن که از مادر به دنیا آمدن، درست. از خون مادر تغذیه کردن، از شیر مادر تغذیه کردن و کلان شدن. این نوع به احترامی به کرامت زنا، به احترامی به کرامت تمام انسان است، به کرامت خودشان هم است. و این مسئله یا همین وضعیت که تخطیایی که از حقوق زنان صورت میگیره یا زنان رو به کلی خانه نشین ساختن و محدود میسازه تمام آزادی ها و حقوق بشری شونه، این در تمام خانواده ها و شمول خانواده خودشان ضرر میرسونه. درست. برای 10 سال آینده دیگه ما دکتر از کجا کنیم که همی اولادای خود از اینا، دخترای خودشان مجبور میشن، ضرورت میشه که به شفاخانه برن، کی تداوی میکنه؟ دقیق. حتی در کشورهای پیشرفته هم یک زن بسیار آرامتر است با یک دکتر زن روبرو شود تا با یک دکتر مرد. در کشورهای بسیار پیشرفته دنیا هم مثلا موجود است. چی حاجت به افغانستان که ما متاسفانه هنوز از نگاه مدنیت و پیشرفتگی بسیار عقب ماندیم از دنیای که ساینس و تکنولوژی و همه چیز به وجود آورده، از دنیایی که کرامت انسانی مهم است و مطرح است. بسیار عالی. خانم دکتر، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر در دوران شما یکی از معدود نهادهایی بود که معمولاً مردم عادی و بی‌پناه به آن پناه می‌بردند. آیا در آن سالها لحظاتی بوده که شما اکنون بعد از این همه سال و بعد از فروپاشی جمهوریت در افغانستان احساس کرده باشید که نتوانسته باشید صدای یکی از نیازمندان یا قربانیان را به مراجع اصلی و تصمیم گیرنده برسانید؟ خب البته کارهای بسیار زیادی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گرفته. همون رقم که شما هم گفتین واقعا پناهگاه به پناه ها بود. در این جای شک نیست که ما مشکل و درد همه گیر نتونستیم حل بکنیم یا به دردشان دوا مرهم گذاری بکنیم. طور مثال کسایی آمده بودن و از قسمت‌های اسپین بولدک و اینا شکایت داشتن که قماندان امنیه قندهار یک تعداد افراد از اونا را دستگیر کرده و سربنیست کرده. ادعا میشد که در اونجا زندانهای شخصی وجود داره، اما هیچ کس نمیگفت که در کجا، در کدام قسمت است که آدم بتونه پیدا بکنه. و این نوع مثال بسیار زیاد است، به خاطر که هر تلاش را که ما میکردیم ما در مو حد کار میکردیم که صلاحیت های ما بود. ما مثلا وزارت داخله نبودیم که پلیس روان میکنیم یک کس را یک دستگیر بکنه، مثلا یک کس را، یا مثلا مثال دیگه را میخوایم بگویم که یک دختر در جلال آباد از طرف پدر خود کشته شده بود و دختر امرای یک پسر که بچه تاجک بود و
خانواده پشتون بود و پدرش از اون پیسه داره و نمیفهم دیگه که اتهام قاچاق مواد مخدر هم سرش بود. این دختر امروی امی بچه رابطه پیدا کرده بوده و بچه چندین دفعه خواستگار رفتن و ندادن و بالاخره پدر از بچه دکتر بوده، دکتر عسکری بوده در جلال آباد. و از او پدر کشته میشه به یک شکل در جلال آباد. خب فامیل مجبور میشه از جلال آباد کوچ کنن که در حالی که در اونجا 30 سال زندگی کرده بودن، خانه و زندگی همه چیز اونجا داشتن، مجبور شدن کابل آمدن و همون دختر آمد کابل بس پشت از این بچه. خب به هر صورت آمدن که نفرهای مردمای جلال آباد آمدن که نیر ما رسما میتیم این دختر رو بتن که بره. البته وزارت زنان داخل بود دهش بیشتر دختر تعهد دادن که دختر یعنی رسما نوروسی میکنه میتبعی بچه. این دختر بردن و کشته شد. دختر کشته شد. بر ما اول آمد که دختر کشته شده. وزارت داخله را آقای مقبل زرار وزیر داخله بود، سرپرست بود، هنوز وزیر نشده بود. ما بهش گفتم که ما ببینم که چطور اقدام میکنی. این هیئت تعیین کرد. هیئت از سروبی پس روان کردن. از سروبی نماندن که جلال آباد بره. و او آدم پدر از دختر همراه بچهای خود وقت دبی رفته بود. در این شرایط و از این قضاهای بسیار زیاد است که باز میگرفتن میرفتن در مناطق تحت تسلط طالبان بود اینا که ما نتونستیم واقعا امو عدالت را که ما مثلا شخصا یا همکارایم در کمیسیون میخواست تطبیق کرده نتونستیم و نتونستیم مرهم گذاری بکنیم به زخمای امو خانواده ها یا امو قربانی ها. خانم دکتر سمر، شما خوشبختانه یک از نخستین مقام‌های بلندپایه‌ای بودید که آموزش دختران در افغانستان را نه صرفاً به عنوان یک ضرورت اجتماعی بلکه به مثابه یک حق بنیادین انسانی مطرح کردید. امروز وقت می‌بینید دختران تحت حاکمیت طالبان از حق آموزش و تحصیل محرومند، آیا حس شکست میکنید یا هنوز هم روزنه‌های برای امید در افغانستان وجود دارد؟ البته خب در یه جای شک نیست که بسیار سخت است و همگی ما میفهمیم که اساسی ترین وسیله که ما را در مقابل جهالت به اصطلاح مسلح بسازه تحصیل است، تعلیم است، دانش است. هیچ چیز دیگه نمیتونه این قدرت. دلیلی که طالبان نمیمونه همی است دیگه که میخواد که اینمی سلاح را و همی توانمندی را از نصف نفوس جامعه افغانستان بگیره. البته از کل نفوس گرفته ولی نصف نفوس جامعه را برسرد. اما میخوایم بگوییم که شیوه های وجود داره که دختران هنوز میتونن ظرفیت خود بالا ببرن. طور مثال برادرایش هم در بیرون اگر درس میخوانن یا دسترسی به امکانات و کتاب گپا دارن میتونن که چیزی را که خودشون یاد گرفته در خانه خورای خود یاد بدن. هیچ چیز کم نمیشه. این برای خود بچه ها هم تمرین است به خاطر که همون درس خود تمرین میکنن دوباره در خانه. اونمو وقت درس خواندن خودم میتونه همراه خواهر خود، همراه دختر کاکای خود یا دختر خاله و اینا شریک بسازه و اونا را برسانه. یک گپ دومی است که تکنولوژی اینقدر فوق‌العاده خوب شده، اگرچه در افغانستان هنوز مشکلات موجود است، مردم فقیر است، نمیتونن اما پول اینترنت و اینا رو بپردازن، اما با آن هم از طریق سوشال میدیا و اینا امکانات و دسترسی به اینترنت و به دانش بسیار زیاده است. یعنی حتمی نیست که به موشوای سابقه و کنک و قدر نمیفهم چقدر تاثیرگذار است که معلم در سر میز در سر صنف گپ بزنه. ولی در یه جای شک نیست که بررسی‌هایی که صورت گرفته درس‌های آنلاین او قدر موثر نیست که درس‌های که در داخل صنف است. او خودش مناسبات اجتماعی دخترها رو تقویه میکنه.
دقیق. همین که صبح آدم آماده میشه برای رفتن به مکتب، اما یونیفرم مکتب میپوشه، این خودش یک نوعی از حق است و یک نوعی از مسئولیت پذیری است که تلاش میکنن که مسئولانه برخورد بکنن در وقت مناسب، در وقت لازم در صنف و در مکتب باشن و دیدن دوستش، خورخوندهش، صنفیش، رقابت با ای یا او، اینو کلش شخصیت آینده از اینا رو میسازه. خانم دکتر، هم در سالهایی که شما وزیر پیشین امور زنان افغانستان بودین و هم در سالهایی که رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان بودین، عدالت انتقالی در همین دوره‌های تاریخی به عنوان یک روند مطرح بود و از طرف بسیار از پرونده‌های نقض حقوق بشر احتمالاً تحت ریاست شما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شد، اما هرگز دادگاهی نشد و به دادگاه نرسید. مشکل اصلی را در چه می‌بینید؟ خب در دوران وزارت امور زنان خب مسئله عدالت انتقالی و اینا مطرح نبود. ما 6 ماه بود و 6 ماه ایله به ما رنگ کردن و پاک کردن تعمیر خلاص شد. بسیار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسئله عدالت انتقالی رو مطرح کردیم و هنوز هم مطرح میکنم، به خاطر از اینکه نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورها و خصوص کشورهایی که در حال منازعه و جنگ است، یک نیاز است برای مرهم گذاری بر زخم‌ها و برای التیام بخشیدن زخم‌ها. در غیر از او شیوه انتقامگیری ادامه پیدا میکنه و انتقامگیری خودش سایکل خشونت است، سایکل انتقامگیری را در مجموع ادامه میده و ما به طرف یک صلح پایدار، به طرف یک فضای مناسب نمیریم. و به خاطر کمیسیون مستقل حقوق بشر مسئله عدالت انتقالی رو مطرح کرد و در عدالت انتقالی هم بعضی کارهایی که صورت گرفته مربوط البته به دوران از کودتای 7 سال تا شروع حکومت موقت بود. بعد از ایجاد کمیسیون که کمیسیون واقعا تانست فعالیت خود شروع بکنه، بسیاری قضایا مستند شده. درست. قضایای عمده تخطی‌های حقوق بشر و قوانین جنگ مستند شده بود و تمامش در اونجا بود. متاسف نمیفهمم که گزارش ها و تمام اسناد اینا کجا شده، به خاطر که من تصور نمیکردم که افغانستان خود بکنه که حداقل یک کپی از اسناد بر خود میگرفتم یا حداقل به زودتر تلاش میکنیم که دیجیتالایز شود، چون اسناد بسیار زیاد است، از 14 دفتر و هر روز گپ بود، هر روز قضیه بود، هر روز یک فعالیت بود، هر روز یک ورکشاپ ترینینگ قاضی و سارنوال و معلم و شاگرد و همه چیز بود. به اون خاطر اسناد فوق العاده زیاد بود و ما در اول توانایی امیر نداشتیم که کلش از شروع دیجیتالایز کنیم، به خاطر که نبود، پرسنل نبود، درست، ظرفیت انسانی نبود. چیزی که نتونست واقعا عدالت انتقالی رو تطبیق بکنه مقاومت یک تعداد نیروهای متاسفانه، نیروهایی که از عمل خودشان میترسیدن در رابطه با عدالت و در سطح رهبری افغانستان هم تعهد سیاسی برای تطبیق عدالت نبود. در عدالت انتقالی هم کل گپی نیست که باید نفر برده شوه و در زندان یا شوه یا اعدام شوه اینا. خب ما و در کمیسیون همگی مخالف اعدام هستیم. درست. حداقل خودم شخصا مخالف اعدام هستم. حق خداوند داده، هیچ کس نمیتونه حق یک انسان بگیره. درست جرم میکنه میتونه زندانی شوه اینا. ولی یک تعداد کسایی که از اعمال گذشته خود میترسیدن، با مجرد که نام همین کلمه عدالت انتقالی رو میشنیدن
خطا میشدن. کار را که پارلمان کرد، یعنی یکی از کارنامه‌های بسیار ننگین پارلمان قانون عفو عمومی است که او را تصویب کردن. البته رئیس جمهور کرزی امضا نکرد، اما تصویب کردن و اما در مطابقت با قانون اساسی او را تا در نشرات رسمی، گزیته‌های رسمی وزارت عدلیه چاپ کردن که نوع معافیت بر خودشان و بر کسای دیگه که متاسفانه در جریان جنگ در جنگ دخیل بودن. بسیار خوب. از پارلمان یاد کردین، هم از این قانون معافیت و هم اگر اشتباه نکرده باشم یک قانون به پارلمان فرستاده شد تحت عنوان قانون منع خشونت علیه زنان و اینمی مسوده هم هرگز از سوی پارلمان به تصویب نرسید. مشکل را در کجا می دیدید شما و اکنون در کجا می بینین؟ خب قانون محو خشونت علیه زنان رئیس جمهور کرزی در سال 2009 امضا کرد، به خاطر که میفهمید که در پارلمان یک تعداد کسا هست که پارلمان گروگان گرفتن. متاسفانه در کشورهای نه تنها مثلا در افغانستان است، بلکه در کشورهای اسلامی دگام استفاده میشه، سیاست تکفیری، یعنی هر چیزی که به دماغ از اونا خوش نخورد او آدم تکفیر میکنن. درست. این سیاست تکفیری چی در افغانستان چی در همسایه ما پاکستان و کشورهای دیگه هم همونطور است. این سیاست تکفیری یک تعداد زیاد میترسانه. درست. در پارلمان هم یک تعداد محدود پارلمان به گروگان گرفتن با این سیاست و قانون محو خشونت علیه زنان پاس نکردن به می بهانه که یکی از ماده های قانون محو خشونت علیه زنان همی بود که اگر قرار باشه ازدواج دوم، سوم، چهارم بکنه یک مرد، باید اجازه زن اولی رو بگیره یا حداقل یک بهانه یا یک دلیل معجزه داشته باشه. درست. که این بسیار به مذاق از یا برمیخورد دیگه. هم مرد سالاری و غیرت و ایگه پای از یا رو تور داد و هم متاسفانه دین وسیله ساختم که هرگز قانون محو خشونت علیه زنان در پارلمان پاس نکردن. و برای کسایی مثل من، مثلا برای من بسیار این غیر قابل باور بود که مخالفت از یا برای چی است. درست. خب ممکن است که از خانواده خود میترسن یا دخترشان به می مشکل مواجه شود، خوارشان به می مشکل مواجه شود، مادرشان به می مشکل مواجه شود، به خاطر که یکی از اعضای پارلمان همراه ما در آلمان رفته بود در 10 سالگی کنفرانس بن. صبح در چای صبح آمد، در هتل بودیم، آمد گفت که اجازه است من اینجا در میز پالویت پیشونیم. من گفتم بفرمایید. اونجا 6 پالویم. گفت که من از میدان وردک بود، نامش یادم نمونده. درست. از قماندانای حزب اسلامی هم بود. گفت که من وقتی که هر وقتی گفت از نگاه عقیدتی من همراه تو مخالفت دارم او، ولی گفت که هر دفعه که تو رو میبینم مصاحبه در تلویزیون اینا، میگم کاش که زن 50 سال پیش میبود. عجب. دلیلش هم گفتی است که مادرم همراه عمیم بدل بود. درست. گفت که هر دفعه که یک گپ میشد یا عمیم اول میداد برادرای خدا، باز گفت که کاکایش، پدرش نه کاکایش، مادر از زیر میزده بسیار. گفت یک دفعه من بخی میدیدم و گریه میکردم، در پای کاکایم میچسبیدم که مادرم نزنه. گفت از چوتی موی مادرم گرفته بود، سرش او نون پخته میکرد مادرش. درست. گفت سرش در موبین تندور پایان میکرد داتش و چی غص میزد، از مویایش هم کش میکرد. واقعیت همی است دیگه که چی افتخار است. من نمیفهم مردای افغانستان چرا افتخار میکنن به این که حق مادرای خود یا حق دخترها و خوار و
خانم خود ازش بگیره. کجای از این غیرت است در پارلمان افغانستان؟ متاسفانه غیرت اعضای پارلمان هم در مو زمان به جوش می آمد که کدام مسئله در رابطه با حقوق زنان می بود یا عدالت می بود. البته کلش نمیتونم بگویم، هم یک تعداده که به همه معلوم است دیگه، و هم مردم افغانستان معلوم است. درست. خانم دکتر، اما قسمی که من قبلا یادآوری کردم، شما نخستین وزیر امور زنان افغانستان بودید. آیا فکر میکنید که آن وزارت توانست به صورت آنچه که باید در بافت مرد سالار سیاست افغانستان اندک راه باز کند، یا اینکه صرفاً زخم‌های کهنه و عمیق را یک مقدار پنهان کرد؟ خب البته من مسئولیت وزارت زنان رو نمیگیرم، به خاطر که من 6 ماه اول که جور کردم به دیگران تسلیم کردم. ولی واقعیتی است که در افغانستان نه تنها وزارت زنان و وزارتخانه‌های دیگه چقدر میتونست تمام مشکلات افغانستان حل کنه. وزارت معارف مثلا چقدر تونست در تمام کنج و کنار افغانستان مکتب برای اطفال یا کلانایی که میخواستن مکتب بخونن آماده بکنه و سهولت ببخشه. نیازمندی ها در افغانستان بسیار زیاد بود. وزارت زنان خب او را وزارت پالیسی ساز جور کردن، در حالی که جز بخش اجرایی حکومت بود. حال نمیشه که من ادعا کنم کار کردن یا نکردن، ولی واقعیت همی است که ولو از نگاه سمبولیک هم که شده بود، وزارت زنان باید تقویه می شد و او ارتباط می گرفت خماندار به رهبری در کابینه حکومت افغانستان هم در زمانهایی که بسیار خوب بوده، 3 تا زن وزیر بوده که شاید هم بسیار همسو و هم نوا نبودن، مثل که زنان در پارلمان نبودن. اگر زنان در پارلمان همسو می بودن و مسائل قومی و یک مقدارم وابستگی های سیاسیشان غلبه نمیکرد، اینا میتونستن بسیار موازنه را در پارلمان تغییر بدن. خب گناهشون هم نیست، به خاطر که از یک منازعه طولانی و از یک جنجال و بی‌اعتمادی بسیار طولانی افغانستان برآمده اید. در کشورهای بعد از جنگ و در حال جنگ دیگه طبیعی است. درست. خانم دکتر، پس از بازگشت طالبان در 15 اگست سال 2021 بسیار از آن چیزهایی که به سختی ساخته شده بود، از جمله وزارت امور زنان، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فرو ریخت. برای شما به عنوان کسی که در واقع تلاش‌های زیادی در هر دوی این نهادها انجام دادید، دردناکترین بخش این فروپاشی چه بود؟ حذف آموزش، سکوت جهان، یا تماشای ناامیدی در چشمان نسل نو و به خصوص دختران در افغانستان؟ صادقانه بگویم ناامیدی از مردای افغانستان است، از من بیشتر تا چیره. به خاطر از اینکه حالا آموزش دختران یعنی مشکل هر خانواده است، مشکل خانواده طالبان است، مشکل خود طالبان است. طالبان خب از دید من خودشان قربانی جنگ است دیگه، که یارو بردن در مدارسی که جدا از فامیل و جدا از مهر و محبت مادر و اینا کلان شدن، یعنی میره قم تربیه شدن. یعنی برای شرایط فعلی وقتی که طالبان مانع تعلیم دختران میشه، کجاست پدرای افغانستان و برادرای افغانستان و شوهرای افغانستان که استاد نمیشن که ما میخواییم که خوار ما، زن ما، دختر ما درس بخونه؟ کلاهگیر کشتن نمیتونه طالبان. درست. این بیشتر ناامید میسازه نسبت به اینکه وزارت زنان رو لوحش تغییر داده یا کمیسیون مستقل حقوق بشر در هر ولایتی که ما دفتر داشتیم چیزای
مختلف ساختن. در کابل یک چیز ساختن، در بدخشان مثلا مدرسه ساختن، در یک جای دیگه یک چیز دیگه ساختن. اونا قابل بازگشت است و من فکر میکنم که تلاش ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر به جای نرفته. امروز شمایی که از حقوق بشر گپ میزنین نمیدونم کل شما کردین، ولی تعداد ترویج کلمه حقوق بشر اونو میجه کمیسیون مونده در افغانستان. درست. و با قدرت، یعنی با توانمندی مانده، تو نبوده که چی ساختگی بوده باشه. رئیس جمهور کرزی هنوز در افغانستان است. میفهمه یعنی اوت مجلس نبوده که ما جنگ نکرده باشیم سر یک موضوع و امور خمام رای دکتر غنی سر موضوعات حقوق بشری. یک دفعه من رئیس جمهور کرزی گفت که یادت میاد که هیچ مجلس ما بدون جنگ نبوده؟ من گفتم بله، ولی یاد شما میاد که هیچ وقت ما نامدیم که بچه ما مقرر کن یا برادر ما مقرر کن یا شوهر ما مقرر کن یا ماش مرزیات کن. در اختیار، یعنی ماش ما در اختیار خودم بوده، در اختیار رئیس جمهور نبوده. ما مستقل از اون حرکت میکنیم. بسیار خوب. خانم دکتر، از آقای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یاد کردید. خب من میدانم که از نزدیک با آقای کرزی کار کردین و احتمالاً دوست شخصی شما هم بوده باشه. اتهامات زیادی بر آقای کرزی وارده، از جمله بسیار از منتقدان آقای کرزی میگه که خب سیاست‌های تسامح آمیز ایشان نسبت به طالبان سبب شد که یک بار دیگر گروه طالبان بر سرنوشت مردم افغانستان مسلط شود و در واقع با این مسلط شدن نیم از پیکری جامعه افغانستان یعنی زنان را از تمامی عرصه ها از جمله عرصه آموزش حذف کردن. پیام شخصی شما برای آقای کرزی دوست سابقتان چی میتونه باشه؟ خب دوست نمیشه گفتم، منتها ما خودش نیست، یادش بخیر، خوب است که در افغانستان است، خوشحالش که در افغانستان. مشکلات بسیار زیاد است و جزئیات از او آدم نمیتونه که بگویه در یک مصاحبه که چی. رئیس جمهور کرزی وقتی که ما افغانستان رفتیم هیچ چیز وجود نداشت، ولی وقتی که رئیس جمهور کرزی و ما و عنوان یکی از اعضای کابینش ما کابل رفتیم، دیگه وزارت خانه رو نمیفهم، ولی وزارت امور زنان هیچ چیز نداشت، هیچ چیز نداشت. از کجا شروع میکرد رئیس جمهور کرزی؟ که کی شروع میکرد؟ پلیس نبود تطبیق بکنه قانونه، اردو نداشتیم، تمام پست پلیس و اردو اینا تقسیم شده بود، کسایی که اول کابل آمده بود ما گرفته بودیم دیگه، یعنی خودشان جنرالای امو پستای مختلف وزارت دفاع، وزارت داخله، کل وزارت خانه تقسیم شده بود. تنها وزارت زنان چیز چون کسی نبودم و کسایی که از مسیح نسوان مانده بود اونا خو یک تعداد زیادشان ما جذب کردم به خاطر که دیگه جای وا نداشتن که بره دیگه. وزارت خانه کلش وقت گرفته بودن دیگه، برای رئیس جمهور جای نمونده بسیار مانور کنه. درست. خانم دکتر دفاع نمی کنم، درست. اما مردم افغانستان متاسفانه عادت کردن که بفهمن نفهمن باید گپ بزنن، نه سر کلگی گپ میزنن. ما سر ما تمام روز میگن که عدالت تطبیق نکرد. ما خب نه محکمه بودم، نه سالنوری، نه وزارت داخله و پلیس. درست. خانم دکتر، احتمالاً یک از پرسش‌های کلیدی مخاطبان رسانه بودا همین خواهد بود که برای ما نتیجه مهم است و خب نتیجه این است که اکنون به جای وزیر امور زنان و احتمالاً به جای شما و در چوکی شما
وزیر امر بالمعروف نهی از منکر نشسته و فکر نمی کنید که آن سیاست آقای کرزی که همیشه میگفت طالبان برادران ناراضی ما هست منجر به وضعیت امروز مردم افغانستان و بخصوص زنان شد؟ نه، من فکر نمی کنم. اگر در سالهای اول جلو دوباره رفتن طالبان در آغوش بادارای سابقشان که زمینه رو بهشان مساعد ساخت ترینینگ دادی که دو کرد و تمام پلان و پالیسی رو واجر میکرد بر ازیا میداد یا تطبیق میکردن بر کشتن مردم افغانستان. از او حالت میبرامدیم. در وقتهای اول اگر که از اینا مذاکره میشد و اینا را می آوردن به این قدرت دوباره آمده نمیتونستن. درست. و توانمندی رئیس جمهور کرزی خب باز هم همون گپ است دیگه. اول خب نه اردوی توانمند نه نهادهای سالم در افغانستان جور نشده بود، وجود نداشت و بازیگرای بین المللی ما هر کس در فکر خود بود. درست. امور رقم که آمدن، یعنی من به عنوان یک کسی که دخیل بودم در این قضایا هیچ تصور نمیکردم که جامعه بین المللی افغانستان همین رقم اعلا کنه، به خاطر که به خودشان برمیخوره. خانم دکتر، زنان امروز افغانستان، زنانی که تحت حاکمیت طالبان دارن زندگی میکنن، در سرک ها، در خانه ها و حتی در خاموشی به اشکال مختلف مقاومت میکنن. شما این مقاومت چطور میبینین؟ آیا این تلاش های پراکنده میتونه به یک جنبش ماندگار در افغانستان تبدیل شود؟ تغییر وضعیت در افغانستان تنها وظیفه زنان نیست. و مخاطر من میگم که نمیفهم مردای با غیرت افغانستان کجا شده. ما طرفدار جنگ نیستم، نمیخوایم باز مردم خاک خون کشانده شود، کشته شوند، برای که هر قدر خون بریزه همقدر فاصله ایجاد میشه بین مردم. اما میتونن اعتراضات مدنی خود دوام بدن، به خاطر که دخترها بیچارا حال پدرها و برادرها در خانواده نماینده طالب شده عملا، که سر از یا فشار میره. هیچ آدم نمیره که یک از استادای پانتون، یک خانم در وزارت زنها آمد گفت دکتر سیبال طالب اصلی خورفته، این طالبای خانواده رو چطور کنیم؟ درست. گفتم چرا؟ گفت که بچه 8 ساله حالا که من برامدم پیش تو بیاییم چادری نداشتم، در روزه سوچ شد. گفت مادر کجا میری به چادری؟ گفتم میره طالبای اصلی رفته، اینی نماینده طالب. اینمی حالت است فعلا در افغانستان. درست. کجاست مردا؟ چرا حداقل از حق مدنیشان استفاده نمی کنن که بگوین که ما میخواییم دختر ما مکتب بره؟ درست. شما از حق مدنی و احتمالاً حق تظاهرات و تجمعات یاد کردید. این در حال هست که طالبان از زمان آمدنشان در افغانستان برای بار دوم تمامی قوانین سابق به شمول قانون اساسی یعنی قانون مادر و قوانین عادی را لغو کردن. مردم با استفاده از کدام قانون میتونه به تجمعات و اعتراضات مدنی بپردازه؟ آیا این انتظار شما میتونه واقع بینانه باشه؟ حق انسانیشون است. ضرور نیست که اینا سنگ و چوب بندازن، نه؟ درست. یک هفته در خانه خود بشینن کلگی. من میفهمم شرایط سخت است. خب مردم افغانستان هم خود گفت که خودش کمش سیل است، توصیه رو بر ما میکنه. ولی خب پس رای حل چی است؟ بانیم که چند نسل افغانستان امیر رقم در بیسوادی بره
و تمام فشارها، مثلا اول دخترها که مکتب نمیره فشار از سن 13 سالگی 14 سالگی در شوی میتن که شرش خلاص شوند. فقر بیشتر بالا میره. او دختری که در 13 سالگی در 14 سالگی شروع کنه که مادر شود تا 45 سالگی اولاد بیاره، این فاصله را تعداد اولاد از او، تعداد مرگومی رو، مردن خودش در زمان ولادت اینا هیچ چی نیست، هیچ گونه تضمین نیست که اون نمیموره. با ازدواجای اطفال مرگومیر مادرها و اطفال بالا میره. فقر زیاد میشه. او یک مادر درس خوانده مادر بهتر است، مسلمان بهتر است و اینا در مقابل همه چیز دو پایشان در یک موزه است که شریعت اسلام تطبیق میکنه. تنها ما مسلمان هستیم. خب در دوران حج تمام مسلمان ها از گوشه و کنار دنیا میایه، زنها و مردا، بدون از اینکه حتی کشورشان و نشنالیتیشان به اسلام و معلوم باشه، کلشان رویشان لچ است. در نماز هم استاد میشن، دور مکه هم میگردن. آیا افغانستان از مکه که مقدس تر است برای مسلمان ها؟ درست. خانم دکتر، شما خوشبختانه تجربه کار با نهادهای بین‌المللی را دارید. آیا واقعا جامعه بین‌المللی، برای مثال سازمان ملل متحد، فهم دقیق از عمق فاجعه در افغانستان امروز دارد؟ خب یک جامعه اگر خود مردم تصمیم نگیره، فکر نمیکنم سازمان ملل اینا بتونن در اونجا تغییر بسیار جدی بیاره. وظیفه اصلی و اساسی مردم افغانستان است. ملل متحد نماینده کشورهای عضو ملل متحد است. یعنی یک نهاد که خودش پول داشته باشه، خودش عسکر داشته باشه، خودش همه چیز داشته باشه نیست. اتکا به کشورهای عضو میکنه. در افغانستان هم خب یعنی سکوت خود مردم افغانستان، سکوت مردای افغانستان در قبال حرکت طالبان در مخالفت با آموزش دخترها یا کار زنان اینا ایران ماندن که چی بکنن. درست. خب گپشان نیست که خود مردم قبول داره دیگه. ما چی؟ یک ردیدم روز گفت که در افغانستان کار کرد، گفت ما کاملا اشتباه کردیم که در افغانستان از دموکراسی گپ میزنیم. درست. اما سرمنچی نه جنرال سکرتر ناتو در کتاب خود نشته کنه که در افغانستان ما نباید از دموکراسی گپ میزدیم یا دموکراسی رو ترویج میکردیم. مکتابش ندیدیم، بر من کس را تلفن گفت. خب این گناه خدای مردم است دیگه. درست. 40 میلیون نفر است در افغانستان، نصفش حداقل زن است، نصفش مرد است. درست. خانم دکتر، خوب است که به یک پرسش در مورد وضعیت امروز هزارها در افغانستان هم بپردازیم. بر اساس ماده دوم کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مصوب 9 دسامبر 1948، نسل‌کشی شامل اعمال است که با قصد نابودی یک گروه قومی، نژادی، مذهبی یا ملی صورت می‌گیرد. با در نظر گرفتن این تعریف و حملات مکرر و پی در پی و هدفمند بر جامعه هزارها، آیا شما باور دارید که این جامعه در معرض نسل‌کشی سیستماتیک قرار دارد؟ اگر بله، چرا واکنش‌های نهادهای بین‌المللی تا کنون کمرنگ بوده؟ خب من حملات که سر هزارها شده و همیش در رسانه ها که گپ زدیم که عالم تاکید میکنم که ضرورت به مستندسازی بیشتر داره، همیش گفتیم که جز جرایم ضد بشری است. کوچ اجباری هزارها، این پارسال که 14 نفر عدد کندی کشتن، فقط به جرم از اینکه هزاره بود استاد کردن و کشتن.
اینا میتونه مصداق جنوساید باشه نه؟ اما تاکید من این است که بیشتر سر مسندسازی کار شود. بسیار عالی. خانم دکتر، در پایان بحث شما به عنوان نخستین وزیر امور زنان افغانستان، به عنوان رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با در نظر داشت وضعیت بحرانی امروز افغانستان و بخصوص وضعیت اسفبار زنان در افغانستان، اگر قرار باشد یک جمله برای دخترانی که امروز در سکوت در گوشی از خانه چشم به آینده دوخته داشته باشید، آن جمله چه خواهد بود؟ میگم که ناامید نشوین. پشت هر تاریکی روشنایی از حق. در شب تاریک باشه، طولانی باشه، شبای زمستان باشه، فردا آفتاب میبره و روشن میشه. هیچ رژیم دیکتاتوری دوام نمیاره، اما که دیگران نورده اینام نمیاره. بسیار زیاد سپاس خانم دکتر که لطف کردین و محبت کردین و وقت گرانبهای خود را در اختیار رسانه بودا از برنامه فصل دیگر قرار دادید. برای شما عمر طولانی و با عزت می‌خوایم. عزت نفسیم، عمر طولانی نمی‌خوایم. تشکر. باشه.